اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس دهم میم ساکن. میم ساکن چند قاعده دارد؟ سه تا. اول ادغام مثلین با غنه، دوم اخفای شفویه، سوم اظهار شفویه. ادغام مثلین با غنه چیست؟ اگر میم ساکن با میم روبرو آید، میم را با میم درآورده با دماغ خوانده می شود که این را ادغام مثلین با غنه می نامند. یعنی اگر میم ساکن بود، بعد از میم ساکن با میم آمد، ما امین میم ساکن را با میم بعد آمدگی یعنی در امون می دراریم با دماغ، یعنی با امورا که درآوردیم با دماغ میخونیمش. او را چی میگن؟ ادغام مثلین با غنه. اینا مثالش رو نگاه میکنیم. نگاه کنید، در اینجا میم است، میم ساکن است، بعد از میم چه آمدگی است؟ با میم آمدگی است، اما دیگر میم چی دارد؟ حرکت دارد. پس ما چیکار میکنیم؟ از روی قاعده ما همین میم رو در همین میم داخل میکنیم و با دماغ میخونیم. چه خیل؟ لکم علیهم مؤصده. اگر ما دخول نکنیم چه خیل خونده میشود؟ این خیل. لکم ما علیهم مؤصده، لکم ما علیهم مؤصده. اما وقتی که ما دخول میکنیم همین میم به مقدار یک میم دیگه کشیده میشود. لکم ما علیهم مؤصده، مثل تجدید بر این میشود. لکم ما علیهم مؤصده. خب اخفای شفویه چیست؟ میم ساکن با حرف با روبرو آید، میم را با جای حرف با میبرامدگی پنهان کرده که این با دماغ خوانده میشود که این را اخفای شفویه مینامند. یعنی اگر بعد از میم ساکن حرف با آمد، پس ما چیکار میکنیم؟ میم را اخفا میکنیم و کمی با دماغ میخونیم. چخل؟ ربهم بهم ترمیهم بحجاره، ربهم بهم. یعنی اگر بعد از میم ساکن حرف با آمد، پس ما میم را میپوشانیم، کمی با دماغ میخونیم. یعنی ربهم بهم ترمیهم بحجاره. خب اظهار شفویه چیست؟ اگر میم ساکن بغیر از حرف میم و با دیگر حرفا رو برای آید، میم ساکن رو معلوم کرده خوانده میشد که اینا اظهار شفویه مینامند. اگر میم ساکن بغیر از حرف میم و با دیگر حرفا رو برای آید، پس ما میم رو چکا میکنیم؟ معلوم میکنیم، یعنی اظهارش میکنیم و میخونیم. میرم مثال. بعد از میم ساکن چه آمدگی است؟ حرف دال. لکم دینکم، لکم دینکم. هم فی، بعد از حرف میم ساکن فا آمدگی است. هم فی، هم فی. من الان از تجویز اینا برای شما یک چند چیز دیگرم درباره اظهار شفویه نشان میدیم. خب نگاه میکنیم که اگر بعد از میم ساکن حرف فا و یا حرف واو آید، میم شدیدتر و بسیارتر اظهار کرده می شود، زیرا این سه حرف در مخرج متحد و با همدیگر نزدیکند، یعنی صدای میم، فا و واو از لبها خارج می شود. خب اینجا میگه که اگر بعد از میم ساکن حرف فا و حرف واو آمد، پس تلفظ حرف میم یعنی شدیدتر و بسیارتر، یعنی ما همین میم را و یعنی زیادتر یعنی شدیدتر و بسیارتر اظهار میکنیمش. یعنی برای چی؟ برای اینکه تلفظ حرف میم، فا و واو از لب هستند. فهمیدین؟ از لب. انشاءالله شما در آینده وقتی که تلفظ حرفا را که گذاشتیم بعد انشاءالله میفهمین. پس در اینجا چی است؟ اگر بعد از میم ساکن حرف فا و یا حرف واو که آمد، پس میم شدیدتر و بسیارتر اظهار کرده می شود. اینا بعد از میم ساکن فا آمدگی است. و هم فی و هم فریحون و هم فریحون و هم فریحون، یعنی میم را شدیدتر و بسیارتر اظهار میکنیم. در اینجا هم بعد از میم ساکن واو آمدگی است. امواتا امواتا
امواتا امواتا امواتا. خب انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشه. جزاک الله خیر و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.